سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس ما بی‌نهایت خوش اومدید. در این ویدیو کوتاه قراره سوال خیلی خوب بررسی کنیم در رابطه با تشابه مثلث ها. بریم سراغ سوالمون. در یک مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد بر وتر مثلث مفروض را به دو تا جزء تقسیم کرده. اگر مساحت مثلث کوچکتر 1/5 مساحت مثلث اصلی باشه، نسبت فواصل پای ارتفاع دو ضلع قائم برابر با چه خواهد بود؟ ببین سوالو نترسی ازش. من یه مثلث قائم الزاویه دارم که این ارتفاع قشنگ اومده مثلث منو تقسیم کرده به دو تا جزء. حالا چی گفته؟ گفته مساحت مثلث کوچکتر 1/5 مساحت مثلث کله. آقا اگه اسم اینو بذارم A، اسم این باشه B، باشه C و این هم باشه H، سوال من ازت اینه مساحت مثلث فرمولش چی بود؟ 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده. 1/2 توی مثلث پایینی و مثلث اصلی مشترکه. ارتفاع تو جفتش بوده، آهاش مشترکه. پس این 1/5 که داره اینجا به من میگه داستان سر کیه؟ سر قاعده. اگر این اندازه رو من اسمشو بذارم x، اون وقت این باید بشه 4x، نگی 5x. چرا نگی 5x؟ به خاطر که این قاعدش بوده x، قاعده بزرگه باید بشه 5x، پس x به همراه 4x میشه 5x. آره یا نه؟ الان اینو فهمیدم. پس اگه این زل اندازش باشه x، این زل اندازش برابر خواهد بود با 4x. حالا حرفم ازت اینه، این مثلث بزرگه با این مثلث کوچیکه پای متشابه دیگه، چون دو تا زاویه برابر دارن، یعنی سومیشون هم برابره. در ضمن مثلث بزرگه و این مثلث بالایی هم متشابهن. آره یا نه؟ چون دو تا زاویه برابر دوباره دارن. یعنی در حقیقت وقتی دو تا زاویه برابر دارن، اون سومیشون هم برابره. سه تا زاویه برابر دارن. پس وقتی پایینی با کل متشابه باشه، بالایی با کل متشابه باشه، مثلث بالایی و مثلث پایینی هم متشابه خواهند بود. قبوله؟ الان من بگو ببینم S1 تقسیم بر S2 چی میشه؟ من اسم اینو بذارم S1، اسم اینو بذارم S2. یعنی نسبت مساحت مثلث بالایی به مثلث پایینیه. مساحت میشد 1/2 ارتفاع ضرب در قاعده. دوباره 1/2 ها مشترکه، ارتفاع تو هر دوتا مشترکه، فقط قاعده میاد وسط. یعنی 4x تقسیم بر x که برابر خواهد بود با 4. قبوله؟ پس نسبت مساحت 4. نسبت مساحت ها میشد نسبت تشابه به توان 2. یعنی نسبت تشابه برابر است با 2. وقتی دو تا مثلث با هم دیگه متشابهن، نسبت تمام اضلاعشون باید یکی بشه. وقتی میگه نسبت ارتفاع ها، پس نسبت ارتفاع ها هم باید بشه 2. دیدی اصلا حل نداشت این سوال، فقط مفهوم بود. بفهمی که متشابه، بفهمی این x باشه این میشه 4x، نسبت مساحت پایینی و بالایی 4، پس نسبت تشابه 4، نسبت تشابه 2، پس نسبت تمام اضلاعش هم میشه 2. یعنی بدون حل میتونی به جواب یه سوال هندسه برسی. متشکرم.